دادرای عزیز، این نفس اگر تو مالی که 100 فایزم در بالاش گذاشته باشی و از او تو فایده هم برده باشی، فراموش نکن اگر 500 فایزم مانی نفسی تو سیر نمیکنه. 100 نه 500 بمان. یک مالی 10 سامانه را 50 بفروش، نفسی تو میگوید بلندتر بفروش. زیرا خدا برای ما آگاه دارد این نفس دشمن شماست، دشمن برادر شماست. این نفس بود که حضرت آدم علیه السلام از جنت بیرون شد. این نفس بود که زلیخا خوار شد. زین خاطر نفس هیچ وقت سیر نمی کند، هیچ وقت. شیخ سعدی می گفت در مصرع‌های مبارک، در ایجادیاتی که داشت، آن شنیدستی که در صحرای غور بار سالار بیفتاد از سطور، گفت چشم مردی دنیادار را یا قناعت پر کند یا خاکی گو. هیچ وقت انسان تا زمانی که پیامبر گرامی گفتند لو کان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان یکون له ثالث ولن یملأ فاه الا تراب. اگر برای فرزند آدم 2 وادی از طلا باشد، او سیر نمی کند، بلکه 3م وادی را طلب می کند. هیچ وقت انسان سیر نمی شود تا زمانی که دهان او پر از خاک نشود. زی خاطر برای شنیدم که 3 کس را غیبت رواست، شنیدم که 3 کس را غیبت رواست، که از این در گذشتی 4م خطاست. یکی پادشاهی ملامت پسند، که از او بر دل خلق بدیدی گزند. دوم پرده بی حیا متن، که او خود می درد پرده خویشتن. سوم آن کج ترازوی ناراست خو، سوم کج ترازوی ناراست خو، که از این فعلی بد هرچی دیدی بگو. برادران عزیز و گرامی، حضرت شیخ سعدی میگوید 3 طایفه را شنیدم که غیبتشان درست است. ولی بینین خدا در قرآن ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحیم. خدا در قرآن انیخترش در سوره حجرات بیان می‌سازد که ای بندگان خدا یکدیگر را غیبت نکنید. ولی امروز غیبت از ذکر در غیبت زیاد شده است. خدا ما را یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا فرمان می‌دهد شما شب و روز به یاد خدا باشید، به ذکر باشید. ما حاضر ذکر در جای نشین، یعنی ذکر از بین بردیم
و در جای او غیبت برادر مسلمان آوردگی. اوزی خرد و کلان، دانا و نادان، ملا و غیر ملا، حکومتدار و غیر حکومت، همه غیبت، همه دست در غیبت زدن. هر جایی می نشینیم برادران عزیز، هر جایی که می نشینیم سرجم، تا جایی که ما از اون لحظه های سرجمی خود استفاده بریم، یکدیگر را در راه راست دلالت کنیم، فقط و فقط غیبت یک برادر مسلمان آغاز می شود. با آنقدر معرکه را گرم می گیرد، آنقدر معرکه را گویم صحبت را شیرین می کند که حتی تا آخری لحظه ما از همین کار حرام کرده خدا دور نمی نشینیم. خدا در قرآن می گوید ایمان به خدا داشته باشین، شما یکدیگر را غیبت نکنید. غیبت کردن معنای او را دارد که شما گوشت یک برادر مسلمان را از بدنش کنده خوردن معنای غیبت دارد. حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم لما عرج بی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس یخمشون وجوههم و صدورهم فقلت یا جبرائیل من هؤلاء؟ قال الذين يأكلون لحوم الناس و یقعون فی اعراضهم. پیامبر ما شب معراج حکایت کرد. شب معراج همراه جبرائیل بودم، و ناگاه گذشتم نگاه کردم مردها و زنهای را دیدم که یخمشون وجوههم و صدورهم، اونها رویهاشون می خراشیدن، بالای سینه هاشون می کندن. لهم اظفار من نحاس، دستاشان ناخناشان از متریال میس بود. خداوند اونها را ناخنهای میسین داده بود، فرمانشان میداد رویها را می کندن، بالای سینه هاشون می کندن. پیامبر میگوید از جبرائیل پرسیدیم اینا کیا هستند؟ اصلا این بی نورها کیست؟ این بی خاصیت ها کیست؟ این بی سعادت ها کیستند؟ اینا یگان بنده های پستی خدا باشند. حضرت جبرائیل گفتند هؤلاء یأکلون لحوم الناس و یقعون فی اعراضهم. اینا گفت پیامبر گرامی گناه اینها و این احوال آوردگی اینها را دو سبب. یکم دنیا را فقط غیبت میکردن، کار فقط غیبت. یأکلون لحوم الناس، میخوردن گوشت برادر مسلمان. و یقعون فی اعراضهم، راها میکافتن که یک برادر مسلمانی که در بین اونها قدر دارد، قیمت دارد، شرف دارد، شهرت دارد، او را از بین بردن، آبروی او را کاسته کردن، در بین مردم او را آیسته آیسته شرمنده کردن. اینا با سبب این عملهای زشت خود به این بلا روبرو شدند. این چقدر قبیح بوده است، این قدر قبیح است، ولی برای سه طایفه غیبت کردن با درست. چگونه یک آدم شراب نوش، یک آدم فاسق، یک آدم زناکار را به گوش مردم رسانیدن که احتیاط شد که این از همون خیل انسان هاست، غیبت ندارن. در برابر این پادشاهی که اگر در حق رعیتش ظالم باشد، خیرخواه رعیتش نباشد، برای بهبود مردم رحم ندارد، خواهش ندارد، اندیشه ندارد، فقط و فقط کار ظلم است. این گونه پادشاه موافق گفته شیخ سعدی غیبت اگر در حق شود غیبت نیست. دوم حضرت گفتند انسانی که بی حیا باشد، انسانی که بی حیا باشد برای مردم این بی حیا را هم به گوش مردم رسانیدن که احتیاط شوید که خواه دخترتان خواه فرزندان شما با او همنشین نشوند که بسیار بی حیاست. سوم حضرت گفتند آن کج ترازوی ناراست خو
از او هرچی فعلی بد دیدی بگو. سوم کسی که ترازوی کج دارد، ناراست خوست، کسی صاحب گویم ترازو شد، کسی صاحب دکان شد، کسی صاحب یک مالکیت کلان شد، گویم نامی او با بیزنسمن، نامی او با یک تاجر کلان مشهور، ولی همه دغدغه او، همه کتکوت او، همه ناز و کرشمه او از حساب همون ترازوی کج اوست، از حساب به انصافی و به عدالتی و از حساب گویم خیانت و با راه نادرست به دست آوردگی مبلغ است. نام آدم به نیکی برایت بسیار خوب است، ولی نام آدم اگر به بدی برایت بسیار بد است. غیبت این گونه شخصی کج ترازو حتی درست بوده است که انسان ها با یکدیگر خبر دهند که فلانی از گوشه دینداری و ایمانداری نگذشته است، نکند که از همون انسان از مال و آن چیزی که در پیش دارد خریداری کنید. اگر این گونه انسان وجود داشته باشد، ماها با اشاره دست اگر اشاره کنیم که فلانی است، ماها گناهکار نمیشیم، زیرا یک برادر از هلاکت، یک برادر از ضرر ما پیشگیری داریم. خداوند در قرآن ویل للمطففین، ببینید ویل که حتی صاحب تفسیر ابن کثیر میگوید وادی است در جهنم که هر روز عذاب پروردگار از این وادی، یعنی جهنم از این وادی تا 70 بار به سوی خداوند پناه طلب میکند. از حرارت بلند او، از جای بد بودن او، همین ویل، همین وادی نصیب آن کسی است که در دنیا با طریق ترازو است، با طریق متر است، تا با طریق لیتر است، با کدامش که نباشد حق برادر مسلمان میخورد. این ویل برای اونهاست. خدا میگه للمطففین، برای آن کسانی که سبک میکشند، فریب میکنند. الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون و اذا كالوهم او وزنهم يخسرون. ببینید برای خود جان گیرند، گرم به گرم حساب میکنند، سانتیمتر به سانتیمتر. اگر وقتی خودشان قبول دارند، وقتی که به مردم تسلیم میکنند، اینجا دعلکه چیزی که نفس او دلالت بر او میکند، همون موافق نفسش کار کردن میکنند بے پروا. بعدا پروردگار تهدید میکنه. برادر عزیز و گرامی، به نام خدای دنیا اونقدر قدر ندارد. این دنیا همون قدر چیزی نیست که ما باید تکیه داشته باشیم. گفتی خیام دنیا همه ساعت و عمر تو دمه، از بحر دم عمر ابد را مفروش. یک دمی است. این دنیا به مثال یک ساعت است، عمر تو به مثال ثانیه است. برای همین یک ثانیه عمر ابد نفروش. به خاطر دنیا آخرت نفروش. حسرتی میشوی، قسم به نام خدا پشیمان میشوی. سر در همون دیوالی راحت صدها بار میزنی ولی فایدت نمیکنه دیگه. هیچ فایدت نمیکنه. گفته پروردگار در قرآن ولا یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبیر بما تعملون. وقتی میخوای که برگردی اکون من الصالحین، از بنده‌های خوب شوی، ولی پروردگار میگه دیگه اکو بازگشت نیست.
پروردگار تو میدانست که تو کدام راه را انتخاب میکنی. در دوام پروردگار چی میگه؟ الا یظن انهم یبعثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. الا یظن اولئک انهم یبعثون. خدا میگه آیا اینا باور ندارن که بعد این نغمه و نغاماتی که در برابر بنده های خدا کردن، حق مردم خوردن، در برابر مردم به انصافی کردن، آیا اینا باور ندارن که بار دیگر من اینا را زنده میکنم؟ تهدید است. یعنی تو باوری نداری که همون خدایی که برای تو حیات داد تو را گویم که آقید 50 درم نداشتی که در مشروطه برای بیای، امروز صاحب دکان شدی و صاحب ترازو شدی و صاحب اکه فلانی شدی و صاحب بای بابا شدی و فلان فلان شدی. آیا تو باور نداری که با خدا جان تا میگیره، با نزد خودش میبرد؟ خدا میگه همیده باوری نداری تو. اگر باورم نکنی این جمعیگان اشکالی ندارد، زیرا مال تو، زیرا که همون دستگاه و دکانی تو را مغرور کرد و تو از پروردگارت فراموش کردی. و اما من طغى و اثر الحیات الدنیا فإن الجحیم هی المأوى. الا یظن اولئک انهم یبعثون لیوم عظیم. برادر عزیز، پروردگار میگه لیوم عظیم. تو باوری نداری که من در همون روز بزرگ که روز قیامت است تو را باز زنده میکنم؟ باوری نداری. یوم یقوم الناس لرب العالمین. خدا میگه همون روزی که همه شما را من زنده میگردانم، راست میگردانم، در برابر خودم قرارتان میتونم. پروردگار تهدید دارد، پروردگار خطاب دارد که مقصد تو برای او روز تیاری کن ببین. هر نغمه میکنی، هر حله میکنی، خواه در ترازو باشد، خواه در سنگاش باشد، خواه در متر باشد، هر نغمه میکنی کردن بگیر. خدا میگه روز قیامت آن بنده هایی را که تو فریب دادی، حقی اونا را خوردی، اونا را من در برابر تو راست میکنم. اونجا دبا تو نامت مفلیس میشود. مفلیس. اتدرون من المفلیس؟ مفلیس هم میدانین کیست؟ پیامبر از سوالش بود حدیث هایی که من قبلا و گوش شما این حدیث های پیامبر رسانده کیم. اگر اینجا تو یک سامانش گرفته باشی، اونجا در عوض یک سامان تو اگر 10 ثواب تا بگیرد و خدا دیگر قیامتت خراب میشه. حضرت صوفی علیار در کتابش میگفت حضرت ذوالجلال و الاکرام پرسد از شبهه و حلال و حرام، پرسد از ما چرا چنین کردی، این گناه کردی و آن کردی. تو که عبدی، من که معبودم، امر و نهی که بر تو فرمودم، تو چرا بر خلاف این کردی؟ نفع خود را چرا زیان کردی؟ حد خود را چرا ندانستی؟ در محلی که می توانستی. غیر شرمندگی چه روی جواب، وای آندم به جان قطره آب. این گونه معامله با بنده های خدا می شود. پیامبر گرامی میگوید باری به بازار آمدن، نگاه کردن که یک تلی خرما مثل کوهواری بلند، آنقدر زیبا خرماها جلا میتیند. پیامبر من میگوید دست شمته گرفت و در بین خرماها انداخت که دست پیامبر در خرماهای ویران شده زد. گفت چرا؟ گفت این کار را میکنی. گفت پیامبر گرامی،
این از حساب آبی باران شد، من نکردم. پیامبر من گفت من غش علینا فلیس منا. کسی اگر این رفتار و این معامله تو داری در برابر اگر بنده های خدا انجام دهد، او خودش از امت من نشمارد. برادرای عزیز و گرامی، در بازارهای ما هم، در بازارهای جمهوری ما، مراد من یک کولاب نیست، موعظه ما هم فقط برای کولاب نیست، برای تمام برادرای مسلمانی ما، چی در داخلن چی در خارجن. پیامبر رحمت برای تمام عالم آمده است. قرآن هدایت برای تمام عالم آمده است. بازارها هم از بالا زیباها در زیر خرابها. حتی اگر برادرای سوداگرم پرسی میگد این رکلامه، این رکلامه که خریدار به خودم جلب میکنم. ولی وقتی بالای چیزا میبینی زیبا، زیر او خراب، انسان در او به سوی مال خوب میدود. ولی 1 کیلو یا نیم کیلوی او اگر از همون خوباش باشد، 90% دیگر او از مال همون ناخوبش برای تو میتید. پیامبر گفت کسی این عمل ده چنگ میزند او از ما نیست و فرمان داد که بگیر، گفت از زیر در بالا مان، از بالا را در زیر اررش کن. گفت این بود آن چیزی که از دلالت های پیامبرمان هست. خدایا گفت همین قومی که لباس های مرا پر از خون کردند، دهان و دندان مرا مجروح کردند، دعای من همین است که خدایا همین قومی مرا مغفرت کن، زیرا که اونها چیزی را نمیدانند. اینا جاهلند، گفت اینا نافهمند. برای همین ما هم اون خواهری که در پیش ما این حقارت وزنینه و شوهری خود روا دید، ما از اون خواهر ملالم نشدیم، به خاطر اون جاهل بود، به خاطر اون نمیدانست که در این سخنهایی که در بالای شوهر میگوید فردا جواب دارد. فردا جواب دارد. چی جواب دارد؟ من الحال بعد این قصه را برای شما میگم. این خواهر گفتن که وقتی شوهرش زن دویم گرفت، ما را کن سبب گرفت و گفت بیاین رویم، برادرای همین زنی من به تو بسیار اخلاصی بلند دارد، شاید که همین پیش راه همین خواهرشون هم میگیرند، شاید همین خواهر شما را بیند و حیای کند و به خلاصه بیاید که در همین زن دویم گرفتگی من رازگی دهد. باز وای بیان میکرد که قسم به نام خدا در بهترین خانه زن اولم زندگی دارد، شما از زن من پرسان کنید که از همین مال دنیا چی کمبود دارد، فقط پرسین. مقصد همه دیگر تأمین است. با جوان چی میگو؟ میگفت امروز زنها را میبینم که در کوچه ها بیراهگردی میکنند، امروز میبینم که اکثر جوانای ما رسیه رفتند، بعض بیناموساش زناشون هم دیگه بیاچان نمیزند. این زنهای کوچه کمتر بود که با زنهایی که در اینجا در نکاح داشتن رفتن اونجا در با زنهای بیگانه قطعی دست و بگردن کردن و این زنهای حلال خود فراموش کردن. زنها که بیشتر شده است خواستم که از زن بگیرم و شاید یک لحظه یک ذره در راه خدا خدمت شود. این زن میگردد میگوید که من چی کم بود داشتم که بالای من زن گرفتی؟ و میگه چیز کم بود نداری تو، کم بود نیست، تو شکر، ما برای تو شکر میگیم، شو زنی خوب، ولی امکانیتم شید زن گرفتم. دیگر گفتی اصطلاح های امروزه است و بیست نکرده و گفت همون زن دویم در دهنت فلان کنه. ببینید معامله را ببینید چگونه امروز بعضی از زنها شوهرها را از دهان حقارت میکنند.
به نام خدا این چیزی نیست. شما، من میدانم اکثریت شما این چیزا را شاید روبرو هم شده باشید. دهن شوهر نام بگیرن، در دهن پدر و مادر سلام کنه میگن. وقتی دهن فرزند خودش را دشنام میکند، فرزندی را که از داخل خودش گویا بیرون شده است، وقتی وای در دهنش دشنام میکند، برای او شوهر و برای او خسر و کشتامن چی است دیگر؟ قصه علامه جوزی ده بوده ما. خلاص این مرد میگه از دنیا گذشت و زن اول چیزی بیان نکرد که تو مردک زن گرفته. ما چی کم بود داشتیم که تو زن گرفتی؟ چرا زن گرفتی؟ نگفت، چیزی نگفت، تا زمانی که مرد از دنیا گذشت. مرد از دنیا گذشت و بعداً این زن اول خزینه شوهرش را میکشد که 8000 دینار در صندوق شوهرش است. بعداً جستجو میکند، ایمان ببینید، جستجو میکند که همین زن دویم همین کی بود. خلاص های زنها در جستجو میلیسه در پیش زن این چی است، ناز میآورد، خوب میآورد، همین نگاهت که نمیفهمه که زن داری و نداری. اینقدر مثال ذکاوتشون بلند است. یافت، زن دویم یافت و بعد از آن از او پرسید زن فلانی تو هستی؟ گفت چرا؟ گفت من زن اول ایشان بودم و در دوام حیات فهمیدم که وای زن دویم گرفته است، ولی به خاطر که شوهرم آزار نیابد، به خاطر که آیت قرآن است فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع، به خاطر که قرآن گفته است مرد 2 زن گیرد، 3 زن گیرد، 4 زن گیرد، قرآن اجازت داده است. من به خاطر آیت قرآن با شوهرم ستیزه نکردم، با شوهرم جنجال نکردم. خب امروز جستجو کردم که شما زن دویم ایشان بودین. من به خاطر آمدم که این 8000 دینار که در صندوق شوهر من است 4000ش حق توست. برادر عزیز ایمان ببینید، 4000 همین حق توست. اون زن که زنی بسیار بسیار خدا تو را گفت در رحمت شامل کند، این پول حق من نیست. گفت چرا حق تو نیست؟ گفت آخر این شوهر 6 ماه پیش از وفاتش مرا طلاق داده بود. ببینید 6 ماه پیش از وفات این مرد مرا طلاق داده بود. من دیگر زن او نیستم. مادامی که من در طلاق باشم، مادامی که من زن بیگانه باشم، این 4000 دینار حق من نیست. گفت رو گو عاشق شود، حق توست. گفت افسانه است، باور کنین افسانه. امروز در امروزه عصر، در امروزه معامله هایی که ما میبینیم اینها افسانه میتابند. آدم حیرتی میشد نخواه که زن تا این اندازه را صداقت داشته باشد، تا این اندازه را احترام داشته باشد. نیت من قصه ام ایاس بود که افسوس که این گپ یک چیزی است که از یک نشکش میگیری دیگر طرف میره. قصه ام ایاس که دختری عوف فرزند محلم شیبانی که مادرش 10 نصیحت کرده بود. حاضر پیش از آنه که من این ام ایاس چگونه مادرش نصیحت کرده بود چندش دریافت کرده. من پیش از این قصه علامه جوزی گفته بودم که هر زنی که اگر احترام شوهر نمی کند، هر زنی که نسبت شوهر خود
توجه خوب نداشته باشد با عذاب روبرو می شود. کدام عذاب؟ سوالتون رو بدید. کدام عذاب؟ برادرای عزیز و گرامی، خواهران و مادرای مهربان، کودک‌ها از عذاب خدا می ترسیدند. زمانهای عصرهای پیش کودک‌ها از خدا می ترسیدند. من یک قصه کودکی را برای شما بیان میکنم. مالک دینار میگوید روزی به پیش یک کودک گذشتم، خرد بود، تا اندازه خرد بود که فقط زبانش گشاده بود، یعنی گپ میزد و با خاک بازی میکرد. خاک بازی میکرد. خدا نکنه تصور کنید که باید چند ساله باشم. گذشتم و وقتی از پیش گذشتم، نفسم به من گفت که بابای سلام نده، ولی اندک راه قدم زدم، گفتم آخه ای مالک، خود من میگه با مذمت کردم، ای مالک، آخه پیامبر به پیش کودکان میگذشت، کودکان را سلام میداد، تو چرا سلام نمیدی؟ میگه عمل پیامبر خدا باز وادارم کرد و پس گشتم و آمدم گفتم السلام علیکم و رحمت الله. این کودک نبود برادر عزیز، برای عبرت، برای درس دادن، او در صورت کودک بود، نامعلوم کی بود. چگونه پیامبر گرامی گفتند گاه وقت من شما را و تلبنده های در خانه هاتون روان میکنم که اونا فرشتند، نه تلبنده. شما را سنجش میکنند، شما را همت تا نمیسنجند. مالک میگوید وقتی گفتم السلام علیکم و رحمت الله، این کودک میگوید در جواب گفت و علیکم السلام و رحمت الله یا مالک. ای مالک، و علیکم السلام و رحمت الله. مالک میگوید وقتی نام مرا گرفت این کودک، که این کودک به من آشنایی نداشت، شناسایی نداشت، از کوچه من نبود، از شهر من نبود، دیگه در جواب گفتم من این عرفتنی، از کجا من را شناختی که من مالک هستم؟ میگه این کودک گفت شناسان مرا آن ذاتی که هرگز نمیرد. مالک میگوید این جوابی که از این کودک شنیدم در وجود من یک تأثیر خیلی کلان رسانید و از او پرسیدم فرزند عزیز، نفس از عقل چی فرق دارد؟ نفس از عقل چی فرق دارد؟ این کودک میگوید در جواب گفت وقتی که تو به پیش من میگذشتی، نفسی تو را نگذاشت که مرا سلام تی، ولیکن عقلی تو را وادار کرد که بر من سلام بده. مالک میگوید گفتم چرا با خواب بازی میکنی؟ قصد با این معرفت، با این دانش، با این ذکاوت تو با خواب بازی داری؟ میگه در جواب گفت منها خلقناکم و فیها نعیدکم، از همین خاک آفریده شدیم و در همین خاک میشویم. برادر عزیز، ذکاوت کودک ببینید، دانش کودک ببینید. در صورت کودک بودن، از خاک آفریده شدیم، باز در خاک میرویم. گفتم من تو را میدیدم که با خاک بازی میکردی، گاه میخندیدی گاه گریه میکردی. سبب در چی بود که گاه میخندیدی گاه گریه میکردی؟ میگه کودک گفت وقتی که رحمت خدا به یاد می آمد خنده میکردم، وقتی که عذاب خداوند به یاد میزد گریه میکردم. برادر عزیز، کودک میگوید که
عذاب خدا به یادم میزد گریه میکردم. مالک میگوید گفتم آخر تو کودکی، تو به بلاغت نرسیدی و تو از جوانهای اهل جنتی و تو در جنت سیر میکنی. آخه جنت خدا در اختیار شما نابالغ ها داده است. اگر خدا در همین نابالغی جان تگیرد و چرا از عذاب خدا میترسید؟ گفت مالک قصه محمد را با فرزند ابراهیم 16 ماهش فراموش کردی؟ برادر عزیز، وقتی ابراهیم فرزند ماریه قبطیه بود، یعنی از بچه پیامبر بود، 16 ماهه بود، وقتی که پیامبرمان اون ابراهیم میبرد در درون خاک در لحد میگذاشت و سوی ابراهیم 16 ماهه حساب کنید که 1 ساله و 4 ماهه چی گفت؟ گفت ابراهیم وقتی که اگر منکر و نکیر آمده و تو را پرسند من ربک، خدای تو کیست؟ بگو ربی الله، خدای من الله هست. اگر از تو بپرسند ما دینک، دینو چیست؟ بگو دین اسلام، بگو دین من اسلام است. وقتی از تو پرسند ابراهیم و من نبیک، پیامبرت کیست؟ بگو ابی محمد صلی الله علیه و سلم، بگو پدر من محمد صلی الله علیه و سلم است. این کودک میگوید گفتم وقتی که ابراهیمی 1.5 ساله را پرسند آیا دیگر چی جای خوف نباشد، چی جای ترس نباشد؟ خواهرای عزیز، برادرای مهربان، این عبرت، این حکایه، این گفتگوی مالک با این کودک معنای او را دارد که کلان خوردی ما از خدا ترسیم، کلان خوردی ما باید از خدا ترسیم. من چرا قبلا ها میگفتم اگر زن خدا ترس باشد مرد استراحت کرده میگردد، یا اگر مردم خدا ترس باشد زن همیشه در آرامش قرار دارد. اسامه میگوید از پیامبرمان حکایه میکند، حدیث متفق علیه است، چی صحیح بخاری، چی صحیح مسلم، چی سنن نسائی، چی سنن ابو داود، چی جامع ترمذی، چی بیهقی و چی بزار و چی عبدالرازق و دیگر محدثایی که هستند، همه در کتاب‌های خدا آوردند که پیامبر گفتند قمت على باب الجنه فاذا عامت من دخلها المساکن. روز قیامت نزد دروازه جنت می ایستم و آن منظره قیامت پیامبر گرامی از باب معجزات است. در عصر خود گفت نزد دروازه جنت می ایستم و آن عامه که در جنت می درآیند اینها مسکین ها و فقیر هاست. پیامبر گفتند غیر اصحاب الجد محبوسون و اصحاب الجد محبوسون غیر انهم اصحاب النار قد امر بهم الى النار. لیکن گفت آن ثروتدارها، آن مالدارهایی که در دنیا سرکش بودند، از مال خود حق جدا نمی‌کردند، اونها را خدا حبس کردگی بود، اونها را خدا حبس میکند. برای اونها تا حال اجازتی داخل شدن در جنت نبود. قمت على باب النار فاذا عامت من دخلها النساء. پیامبر گفت نزد دروازه دوزخ می ایستم، لیکن اکثر آن کسانی که در دوزخ می درآیند از طایفه زنان است، از طایفه زنان.
من این 45 دقیقه که از قصه های زنهای گذشته، ترس اونها از خدا بیان کردم، قبلا که به خاطر آن که خواهر و مادرای عزیز مادرای اساسی باشه، مادرای خوب باشه. بگذار در تاریخ در نام شما به خوبی یاد شود. بگذار از ذهن مردم خوبی های شما اصلا دور نشود. امی عیاس تویش رفته ایستاده بود. قبیله کیندر رئیسش این امی عیاس در نکاح خود در آورده بود. امی عیاس که مادری با فهم و مادری خدا ترس داشت، دخترش امی عیاس فریاد زد، گفت امی عیاس اکو فردا تو را به خانه شوهرت میبرند. قسم فرزند عزیز، تو بسیار عزیزی، تو بسیار مهربانی، تو میوه دل منی، خوشی های تو خوشی های من است، سختی های تو سختی های من است. دختر عزیز، فراموش نکن که زناشویی قانون خداست. زناشویی قانون خداست و خداوند زن را برای مرد و مرد را برای زن آفریده است. هن لباس لکم و انتم لباس لهن. مرد برای زن است و زن برای مرد است. دختری عزیز، اولا در این کار راضی باش. اگر چنده که من تو را جوانم شوهر داده باشم، تا از مادرت خفه نشو. برادرای عزیز، العجلة من الشیطان، سراسیمگی از شیطان است. الا فی 5 مواضع فانها من سنن رسول الله صلی الله علیه وسلم. سراسیمگی از شیطان است، ولی در 5 حالت اگر انسان ها سراسیمه شوند، سنت از سنت های پیامبر زنده کردند. یکم اطعام الضیف اذا نزل. مهمان آمد، اولین کاری که ما از سنت باید اجرا کنیم این است که دسترخوان درو پنتاییم، درو اونجا از طعام داریم درو حاضر کنیم. و تجهیز المیت اذا مات، وقتی که زنده های ما که مردن، ما باید درو و یا برای گور و چوب کردن درو کوشش کنیم. آلی بچهش از رسیه می آید، آلی خواهرش ای خوجن می آید، آلی بچه امکیش ای حصار می آید، اینا رو دور کنیم. آمدن اونا یگان تغییرات در این پیدا نمی کنند مگر خلاف سنت می شود. آیا اصحاب پیامبر خیش تبا نداشتند که پیامبر از دنیا می گذشت تا اندازه مبالغه کردند که بدنش خنک نشده به قبر برید؟ یک شب 2 شب من میکنیم و ناراحت میشه از ما و شما. سیوم پیامبر گرامی گفتند و تزویج البنت اذا بلغت، وقتی که دخترهای شما به بلاغت رسیدن درو شوهر شون دید. برادر عزیز، درو شوهر دید. شما میدانید که اگر کمتر تأخیر کنین چی حادثه ها می شود. شما میدانید که وقتی که اگر تا چنده که ایستاد، با سبب بی آبروگی و سبب مشکلات اون خاندان می شود. فقط آدم خوب جستجو کنیم. برای 4 تنگه یک آدم که مالدار باشه، خانه‌دار باشه، ماشیندار باشه، منصبدار باشد، نه، آدمگری داشته باشد، خدا ترسی داشته باشد. شیخ سعدی میگفت
رهی راست بایدت نه بالای راست، که کافر هم از روی صورت شماست. عیاس مادرش گفت دخترم اکو ماندن نشو که من تو را جوان شوهر دادم. من یگان سراسیمگی نداشتم مگر به خاطر سنت رسول اکرم، ولی این را برای تو گفتنی هستم که تو 18 سال یا 17 سال در این آشیانه های من پرورش یافتی و امروز به خانه می روی که کوچه او، هر یک اتاق او، هر یک رفت او تماما جای ناشناخته است، برای تو شناسایی ندارد. ولی فرزندی عزیز، کجایی که روی اگر در اونجا 10 نصیحتی که من میکنم اگر تو اجرا کنی، همین احترامی که در خانه پدر و مادر داری همین احترام در اون خانه تو پیدا میکنی. مادر آغاز کرد، یکم گفت فرزندی عزیز قناعت. مادرای عزیز، دخترها را پیش از شوهر دادن شینانید، نصیحت کنید. پیش از 50-100 تا کرتا و پاچه خریدن، پیش از 3 ماه ارتیس از کس کردن، دخترک تا در پیشت شینان. هزار اگر تمام محله را اگر قایل کنی، تمام مردم اگر از نان و آب سیر کنی، اگر دختری تو بی فراست باشد، اگر دختری تو بی اندیشه باشد، اگر دختری تو نصیحت از مادر گرفتگی نباشد، همه این خرسندی های تو با مصیبت مبدل می شود. همه اینا مصیبت بالای تو می شود. مثل همین مادری که ام عیاسه دختری خدا از روی محبت داشتن به خدا و بر رسول و به زندگی دختری خود نصیحت کردن، نصیحت کن.